سلام دوستان من، امروز اومدیم پیش علی آقای سفری همسایمون که یه ماهی بگیریم بعد بریم تو طبیعت ماهی خوریم. بریم با هم ببینیم. ماهی زنده تازه. خب علی آقا یه دونه بیکت برای ما بزن. این خوبه، این خوبه. اون یکی رو بزن. اینا؟ آره چشم. دست در نکنه یا آقا. خدایا تو بخور برچه. خدایا مبارک. اینو نگاه کنید. دو نیم. یا الله یا الله خدایا تو بخور برچه. خدایا مبارک. عجب جاییه، بغل بیجار، روستای دافچا از توابع شهرستان خمام. خب برنج کته هم گذاشتیم، بعد از این میریم واسه سرخ کردن ماهی. خب غذامون آماده شد، جای همتون خالی.